بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم با قسمت جدیدی برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در قسمت گذشته در مورد تعریف گناهان کبیره و همچنان تعداد گناهان کبیره و اینکه در آخرت با مرتکبین گناهان کبیره چی می شود صحبت کردیم. انشالله از همین قسمت به بعد گناهان کبیره را یکی یکی به معرفی می گیریم تا هر گناه را علاهده بشناسیم. در این قسمت در مورد گناه بزرگ، گناه خطرناک، گناه نابخشیدنی البته که شرک هست در موردش صحبت میکنیم. شرک همان مشکل و یا معضل، همان مشکل و معضلی بود که مشرکین قریش را در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار داد و شرکشان هم در توحید ربوبیت نبود. ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و بقیه سران مشرکین قریش و مشرکین آن زمان هرگز روی این موضوع مشکل نداشتند که خالق کائنات الله باشه، رازق الله باشه. روی این موضوع مشکل نداشتند، بلکه قرآن از زبان آنها بارها حکایت می کند که هر وقتی که از آنها سوال می شد زمین و آسمان را کی پیدا کرده، می گفتن الله. از آنها اگر پرسان می شد که زندگی و مرگ به دست کیست، می گفتن به دست الله. اگر پرسان می شد که مدبر کائنات، مصرف امور کی هست، می گفتن الله. در اینجا مشرکین قریش هیچ مشکلی نداشتند. البته متاسفانه تعداد از مسلمان نماهای امروزی روی این موضوع می لغزند. قبل از رسیدن به توحید عبادت و توحید پرستش و بندگی در توحید ربوبیت مشکل دارند. در توحیدی که در او ابو جهل مشکل نداشت، ابو لهب آنجا مشکل نداشت، امیه ابن خلف مشکل نداشت در آن توحید. متاسفانه منتسبین به اسلام، مسلمانان 12 خدایی امروزی و تعداد از صوفی های غالی متاسفانه در این توحید هم مشکل دارند. آنها آمده مدعی می شوند که متصرف کائنات، مدبر کائنات، متصرف در کون گویا امام زمان باشد و فلان پیر باشد و فلان امام زاده باشد. اینجا مشکل دارن. متاسفانه وضعیت این مسلمان نماها خیلی وخیمتر و خیلی بدتر و خیلی خطرناکتر از وضعیت ابو جهل و ابو لهب هست. وقتی که ما بحث میکنیم از شرک، فوراً ذهن ما می رود روی همان شرکی که در آن امثال ابو جهل و ابو لهب مبتلا بودند، که شرک در عبادت هست. آنها بعضی از انواع عبادت را بر بت‌های خود تخصیص می دادند. همین مشکلشان همین بود. بعضی از انواع عبادت را بر غیر الله که بت‌هایشان بود انجام می دادند و خداوند آنها را مشرک خواند. پیامبر فرستاد تا آنها این نوع عبادت غیر الله خود را ترک بکنند، بیایند تنها عبادت و پرستش الله را بکنند. متاسفانه این را قبول نکردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر از 20 و چند جنگ بزرگ با آنها جنگیدن. مشکل فقط همین بود که آنها بعضی از انواع عبادت را بر غیر الله تخصیص میدادند، عبادت که باید تنها برای الله صورت بگیره. اما مسلمان نماهای امروزی منتسبین به اسلام متاسفانه تعدادشان خود را مسلمان میدانند، کلمه میخوانند، اما باز هم
متصرف در کون یک مخلوق را میداند، مدبر کائنات یک مخلوق ناچیز را میداند که این جنایت و این جرم را ابو جهل نکرد، این حماقت و این ابلهی را ابو لهب نکرد. ابو جهل و ابو لهب به این باور داشتند که مدبر کائنات و متصرف در کون، خالق کائنات و رازق کائنات تنها الله است، نه این بت‌ها. آنها میگفتند که این بت‌های ما مردمان نیک هستند، سفارش ما را نزد خداوند میکنند، شفاعت ما را نزد الله متعال میکنند، ما اینها را وسیله قرار میدیم. پس این نوع شرک در عبادت، شرک چی است؟ شرک همین است که ما یک عبادت و یا چندین عبادت را برای غیر الله انجام بدهیم. این غیر الله کی است؟ هر کسی که باشد، از ملائکه مقرب گرفته تا رسول اولوالعزم، تا هر کسی که میخواه باشه، هر مخلوقی که میخواه باشه. ما وقتی که یک نوعی از انواع عبادات را برای غیر الله انجام دادیم، برابر است که دعا باشه، نظر باشه، طواف باشه، سجده باشه، استغاثه باشه، استعانه باشه، کمک خواستن باشه، پناه خواستن باشه، تمام انواع عبادات را یا یک نوعی از انواع عبادات را اگر غیر از الله برای یک مخلوق ما انجام دادیم، صرف کردیم، ما مشرک شدیم. ای که ما کلمه بخوانیم، نماز میخوانیم، نه، به درد ما نمیخورد، ما مشرک شدیم. باید از این شرک خود توبه بکنیم، دوباره کلمه را درست بخوانیم، معنای کلمه را بفهمیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. نیست هیچ معبود بر حق، هیچ کسی شایسته و لایق عبادت نیست جز الله. پس ما این حق را نداریم که یکی یا چندی از عبادات را برای یک مخلوق صرف بکنیم، برای یک مخلوق ادا بکنیم، انجام بدیم و ادعای ایمان را هم بکنیم. این نوع شرک، صرف عبادت یا گردانیدن عبادت، انجام دادن عبادت، برابر است که نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، طواف باشه، رکوع باشه، سجده باشه، نظر باشه، هر عبادتی که میخواه باشه، برای هر کسی که ما انجام بدیم، این شرک است و این بزرگترین گناهی است که الله متعال این را نمیبخشد. چرا نمیبخشه؟ الله غفور هست، غفار هست، رحمان هست، رحیم هست. چرا نمیبخشه؟ چون خودش وعده میکنه که من نمیبخشم، خودش میگه من نمیبخشم. الله خودش اعلان میکنه که کسی که به من شریک میاره، یکی یا چند از عبادت را برای غیر من انجام میده، من این گناه را نمیبخشم. خداوند این را اعلان میکنه و الله لا یخلف المیعاد، او به وعده خود خلاف ورزی نمیکنه. الله ما عهد شکن نیست. الله میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله نمیبخشد. چی را نمیبخشد؟ ان یشرک به، این که به او شریک گردانیده شود. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و میبخشد آن گناهانی را که پایین تر از شرک هستند. برای کی؟ لمن یشاء، برای کسی که بخواهد. این تحت مشیت است، خواست میبخشه، نخواست نمیبخشه. اما مشرک را هرگز نمیبخشه. این وعده الهی است و الله به وعده خود خلاف ورزی نمی کند، وعده خود را نمیشکند. پس بر ماست که از شرک دوری بکنیم. آیات در مورد شرک در قرآن کریم خیلی زیاد است و این همان گفتم مشکلی بود که مشرکین قریش را در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار دادند. مشرکین قریش سبحان الله وقتی که ما در موردشان میخوانیم در قرآن کریم میخوانیم، وقتی که الله متعال میفرماید وقتی که در بحر در کشتی سوار میشدند، در بحر سفر میکردند، در وسط بحر امواج طوفانی که می آمد و کشتی اینها را در حرکت می آورد،
دعوا الله مخلصین له الدین، اینجا همه دستا را بلند میکردن، تنها الله را فریاد میزدن، مخلصین له الدین، و خالص میگردانیدن عبادت خود را، اینجا دعای خود را، نیایش خود را تنها برای الله انجام میدادن. میگفتن ای الله ما را از این مشکل، از غرق شدن، از این طوفان نجات بده، دیگه به تو کسی را شریک نمیگردانیم. الله میفرماید که وقتی که من آنها را از این مشکل نجات میدادم، وقتی که به خشکی میرسیدن، در خانهشان میرسیدن، دوباره به همان شرک خود برمیگشتن. یعنی هدفم این بود که لحظه های برای مشرکین هم پیش می آمد که آنها یک عبادت را خالص برای الله انجام می دادن. اما امروز متاسفانه مسلمانان وقتی که در مسلمان نماها، البته وقتی که در مشکل گرفتار می شوند، یا مهدی یا علی یا امام فلان یا عبدالقادر جیلانی یا فلان، مشرکین قریش وقتی که در مشکل واقع می شدن میفهمیدن که دیگه چیزی به درد نمیخوره. اما این مسلمان نماهای امروزی این را هم درک نکردن. متاسفانه عقل اینها به اندازه عقل مشرکین هم پی نمیبرد که آنها در وقت مشکلات عبادت را تنها برای الله خالص میکردن. اینها در وقت مشکلات هم اما معبودان باطله خود را فراموش نمی کنند. این خیلی دردناک است. پس شرک، ما دو نوع شرک داریم. شرکی که گناهان کبیره است، دو نوع شرک داریم. البته شرکی که ذکر شد در عبادات باشه یا در توحید ربوبیت باشه یا در توحید اسما و صفات باشه، این شرک البته انسان را از اسلام بیرون میکنه. ما کلمه بخوانیم نخوانیم، معنای کلمه را که نفهمیدیم به الله شریک آوردیم، یعنی ما اینجا مسلمان نمیمونیم و این شرک را الله متعال هرگز نمیبخشد که شرک اکبر هست. انجام دادن یکی یا چند از عبادات برای الله و صفات الله را برای یکی یا چند از مخلوقات دادن، این شرک است که الله متعال اینها را نمیبخشد و این شرک اکبر هست و صاحبش به اسلام هیچ ربط و ارتباط ندارد. اگر چنین مشرکی را ما مسلمان بدانیم، پس ابوجهل خیلی مسلمان تر از اینها به نظر می رسد. اگر ما مشرکینی که غیر از الله را می پرستند، غیر از الله را عبادت می کنند، در مشکلات خود فریاد می کنند غیر خدایان را، اگر ما اینها را در زمره مسلمانان شمار بکنیم، پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با چه حقی با ابوجهل می جنگید؟ در حالی که ابوجهل خالق و مدبر و رازق آسمان و زمین الله را میدانست. در وقتی که در مشکل واقع میشد در بحر، تنها الله را فریاد میکرد. پس چرا پیامبر با آنها جنگید؟ این به این معناست که کسی که یکی یا چندی از عبادات را برای غیر الله صرف میکنه، انجام میده، اجرا میکنه، این انسان مشرک است، ولو خدا 100 بار هم ادعای مسلمانی بکنه. او معنای کلمه رو نفهمیده، معنای دین رو نفهمیده، معنای عبادت رو نفهمیده، معنای اسلام رو نفهمیده و شرک رو هم متاسفانه نشناخته. شرک انجام دادن یکی یا چند از انواع عبادت برای غیر الله متعال، برای جبرئیل باشه، برای میکائیل باشه، برای ابراهیم علیه السلام باشه، برای موسی کلیم الله باشه، برای نوح علیه السلام باشه، برای عیسی روح الله باشه، برای محمد صلی الله علیه و سلم سردار اولاد آدم باشه، برای حضرت علی باشه، برای حضرت حسن و حسین باشه، برای فاطمه و عباس باشه، برای هر کسی که میخواد باشه، شرک است. صاحبش را از دین بیرون میکنه و الله متعال چنین شرک را هرگز نمیبخشد. نوع دوم، شرک دوم، و همین چیز البته همین نوع دوم باعث می شود که شرک را هم علما در زمره گناهان کبیره شمار بکنند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شرک را از جمله اکبر الکبائر، بزرگترین گناهان کبیره می شمارند. شرک اصغر
داریم. نوع دوم شرک اصغر است، اونجا شرک اکبر بود. شرک اصغر چی است؟ شرک اصغر این است که انسان در اعمال خود ریا بکنه. انسان مؤمن مسلمان اعمال نیکی که انجام میده این را برای ریا بکنه، برای شهرت بکنه، برای سمعت بکنه. البته این شرک هم از جمله گناهان کبیره است، اما این شرک صاحب خود را البته از دین بیرون نمیکنه و این شرک اصغر صاحبش تحت مشیت الهی است که الله اگر خواسته باشه میبخشه و اگر خواست عذاب میده. الله متعال میفرماید که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کسی که به لقا و ملاقات پروردگار در روز قیامت ایمان داره و آرزو داره که با الله در روز قیامت ملاقات میکنه، الله را میبینه، پس عمل شایسته انجام بده. ولا یشرک بعبادت ربه احدا. و در عبادت پروردگار خیش هیچ کسی را شریک نگردانه. مثلا وقتی که نماز میخوانه، نماز را باید برای الله بخونه، به خاطر این نخونه که مردم بگویند ماشاءالله چقدر نماز گزار است، چقدر بنده نیک است. وقتی که جهاد میکنه به خاطر این نباشه جهادش که مردم بگن که واه واه چقدر شجاع است، چقدر بهادر است. وقتی که صدقه و خیرات میته، در راه الله انفاق میکنه، انفاقش به خاطر رضای پروردگار باشه، به خاطر این نباشه که مردم بگن اوه فلانه چقدر سخی هست، چقدر کریم هست، چقدر سخاوت داره. هر عمل نیک را وقتی که انسان انجام میده هدفش نشان دادن برای مردم باشه، هدفش حاصل کردن رضای مردم باشه و به دست آوردن تعریف مردم باشه، اینجا این انسان در این عملش مرتکب شرک اصغر شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ایاکم و الشرک الاصغر، ای یاران من، ای امتیان من، از شرک اصغر بترسید، از شرک خرد، از شرک کوچک بترسید. قالوا یا رسول الله و ما الشرک الاصغر. صحابه پرسیدند این شرک اصغر دیگه چی بلایی هست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الریا، نشان دادن خوبی های خود به مردم. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از الله متعال نقل میکند، حدیث قدسی است که الله متعال فرمودند من عمل عملا اشرک معی فیه غیری فهو للذی اشرک و انا منه بری. هر انسانی که عملی را انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، زکات میده، حج میکنه، هر عبادت را که انجام میده، اما در این عبادت همراه ما کسی را شریک میکنه، پس این عملش برای همون کسی است که به من او را شریک گردانیده و من الله از این انسان و عمل او بیزار هستم و الله اعلان براءت میکنه. اگر کل عبادت را برای غیر الله صرف بکنه و انجام بده، او شرک اکبر میشد که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. اگر عبادت را برای الله انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، اما در ذهنش کمی این هم خطور میکنه که خب مردم هم مرا میبینه بگن که والله بسیار نمازگزار است، قرآن میخونه مردم بگن که آها ماشاءالله چه قاری هم است، روزه میگیره مردم مرا بگن که ماشاءالله همیشه روزه میگیره، حج میره و به خاطر فرض انجام بده و در ذهنش هم خطور میکنه که خب مردم هم فردا مرا بگوین که حاجی صاحب احترام بکنن. اگر چنین چیزهایی در عملش داخل شد، این انسان مرتکب شرک اصغر شده است و این شرک اصغر هم این عمل از بین میبره، گرچه صاحبش را مشرک نمیسازه که مثل مشرک قبلی که در موردش خواندیم، اما عملش را از بین میبره. عملی که در او ریا هست، این عمل نابود میشود. الله متعال میفرماید که و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما میاییم به سوی عملهایی که انجام دادن و این عملهایشان را مثل غبار در هوا میگردانیم که هیچ به دردشان
نمیخوره. حدیث معروفی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در روز قیامت آتش جهنم با 3 گروه در داده می شود. آتش جهنم با 3 گروه در داده می شود. این 3 گروه البته کفار نیستند، مشرکین بزرگ، مشرکینی که در شرک اکبر مبتلا هستند آنها نیستند، بلکه کسانی هستند که در شرک اصغر متاسفانه گرفتار شدند، مرتکب ریا شدند. این 3 گروه کدام هاست؟ یکش همان عالمی است که درس خوانده، قرآن خوانده، تلاوت کرده، به مردم تبلیغ کرده. الله متعال این را میارد، از این پرسان میکنه که تو چه کردی؟ میگه قرآن تو را خواندم، به مردم تعلیم دادم، بیان کردم، تلاوت کردم. الله میفرماید که نه خیر، تو دروغ میگی. تو قرآن خواندی تا مردم برای تو قاری بگویند، تو را عالم بگویند و تعریف بکنن. مردم تعریف تو را در دنیا کردند. ببرید این را با سر برده می شود به سوی جهنم. شهید را آورده می شود. شهیدی البته کسی که در حالت ریا از دنیا رفته است یا کارانه شهادت را حاصل کرده است. الله می فرماید که چه کردی؟ میگه خدایا در راه تو جنگیدم، جهاد کردم، با دشمنان تو جنگیدم تا اینکه در راه تو کشته شدم. الله متعال می فرماید که دروغ میگی. تو به خاطر این جنگیدی که مردم به تو شجاع بگویند، تو را مردم با غیرت و با همت و بهادر بگویند و پهلوان بخوانند. مردم تعریف تو را در دنیا کردند. ببرید این را به سوی جهنم. شخص سوم را آورده می شود، میگوید که تو چی کردی؟ میگه خدایا تو به من مالی دادی، من از آن مال در راه تو به خاطر رضای تو نفقه کردم، صدقه دادم، خرج کردم و مصرف کردم. الله میفرماید که دروغ میگی. تو به خاطر این صدقه دادی که مردم تو را سخی بگویند، مردم تو را تعریفی زیاد کردند. ببرید این را هم به سوی جهنم. اینها مرتکب همین شرک اصغر شدند، مرتکب ریا شدند. الله متعال همین شما را از این مرض نجات بده. البته خیلی ها در شرک اکبر واقع نمیشن، چون میفهمن مرتکب شرک اکبر نمیشوند، اما در اینجا میلغزن، مرتکب شرک اصغر میشوند، اعمال نیکشان از بین میره و در آخرت هم اولین کسایی که وارد جهنم میشوند اینها میباشند. از بحث علما پرسان میشود که مخلص کی هست؟ یعنی کسی که ریا نداشته باشه، خالص به خاطر رضای الله عمل بکنه و عبادت بکنه. همین مخلص کی است؟ برای ما معرفی کن. فرمود المخلص الذي یکتم حسناته کما یکتم سیئاته. گفت مخلص کسی هست، مخلص واقعی کسی است که نیکی های خود را به گونه مخفی می سازد که گویا گناهان خود را مخفی می ساخته باشد. ما شما مرتکب گناهانی می شویم، الله خودش عفو بکنه، اما تلاش می کنیم که گناه را در حالت در جای انجام بدیم که احمد جان نبینه، محمود نبینه، فلان نبینه. اینطور هر کدامی از ما و شما خداوند حفاظت بکنه. هر انسان گناه میکنه اما تلاش میکنه که همین گناه مرا کس نبینه، اما این رو فراموش میکنه که اللهی که بالای سر است او که میبینه، از او نمیتونیم بپوشانیم. این عالم میگوید که مخلص کسی است که نیکی های خود را همینطور مخفی انجام بده. به خاطر چی؟ تا که در او ریا وارد نشوه. از کسی دیگه پرسان کرد که همین اخلاص، هدف از اخلاص چیست؟ اخلاص چی است؟ گفت که اخلاص این است که الله تحب محمدة الناس. گفت اخلاص میفهمید چی است؟ گفت نه. گفت اخلاص همین است که همین تعریف مردم، تعریف و توصیف مردم خوشت نیاید. حال ما که یک نیکی را انجام میتیم، 4 طرف ما 4 دفعه ماشاءالله بگوین، ما فکر میکنیم گویا پرواز میکنیم. اگر همین حالت در انسان با وجود نیاید، در حقیقت مخلص است. اگر ما با تعریف مردم خوشحال شدیم، ما که اینجا صحبت میکنم شما بگوین ماشاءالله، احمد جانم پشت سر کار میکنه بگوین ماشاءالله، احمد جان چقدر زحمت میکشه. اگر خوشش آمد، یک کسی حج میره و ماشاءالله حج کرد، صدقه داد، اگر همین تعریف مردم و توصیف مردم خوشمون آمد، باید در ایمان خود تجدید نظر بکنیم، در اخلاص خود باید اعاده نظر بکنیم که
ریا وارد اعمال ما نشود. فضیل ابن عیاض یکی از علمای زهاد معروفی هست، میفرمایند که ترک العمل لاجل الناس ریاء، ترک العمل لاجل الناس ریاء، گذاشتن عمل به خاطر مردم این ریا است. اگر ما گناه را انجام نمیتیم به خاطر که مردم میبینه، به خاطر مردم، از ترس خدا نه، همین ریا است. والعمل لاجل الناس شرک، اگر ما کارهای نیک به خاطر مردم انجام میتیم که مردم ببینه و تعریف بکنه، این شرک است. این همان شرک اصغری است که نیکی های انسان را از بین میبرد. الله متعال همه ما و شما را از این شرک نجات بده. چون ما وقتی که در مورد مشرکین قریش میخوانیم و شرک آنها را ملامت میکنیم، آنها را ملامت میکنیم، مشرکین امروزی را ملامت میکنیم که آنها خدایان غیر از خدا دارند و آنها را متصرف کائنات میدانند، در این شرک اصغر آمده مبادا ما نلغزیم. الله متعال اخلاص را نصیب همه ما بگرداند. این توفیق البته از جانب الله است برای کسی که میخواهد میدهد. از الله همیشه این دعا را داشته باشیم که الله به ما اخلاص نصیب فرماید. تا قسمت بعدی با گناه دیگری از گناهان کبیره خدمتتان برمیگردم. همه تان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.